مرغ سفید هر شب میرفت روی این درخت میخواد و من راهشو بستم. الان ببین داره نگاه میکنه ببینه چطور میتونه بره اون بالا بخواد. بقیه اومدن اینجا دارن آماده میشن برای خوابیدن. چند تاشون اونجا دارن دانه میخورن. اینم ببین داره فقط نگاه میکنه که چطور میتونه بره روی درخت و امشب روی درخت بمونه. خب الان خوب داره نگاه میکنه ببین آیا میتونه بره بالا یا نه. بله ببین رفت بالا و چون بالا بسته است نمیتونه بره بالا، همونجا میمونه. خب الان منصرف شد دوباره برگشت پایین.